درود و سلام فراوان خدمت شما دوستای عزیز. امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال موفق شادکام و پیروز باشید. خوش آمدید در یک برنامه دیگه از که دوستای عزیز قصد داریم که می کندوار که میگن یا کندوی نامشی این از شاید 100 سال کمشه نه یا 80 سال. آره 80 سال دقیق میشه دیگه. گلخون از موی کمک به هم ریختم است، تنگم است، فعلا خوب فرصته دیگه. امیار رو بیرو کنم باز یک ردیف خشت بشینم در تای اونجا پشتول. البته این خانه دیگه خوب بیروگدونش خیلی خرج بالنه دیگه. فعلا یک بازسازی کنیم، خشتمیش چامادک دم دیگه. استایش هم اسمت حسینی رو گفتم، حسینی نه حسنی دیگه. همکاری با حسین غلامی دیگه آرسیم یک روز امیره جور کنی بخیر که کمک گلخون پیراخش نه چند را تاخشم جور کنی که برندام قدر پیام دیدد که گلخونشون خیلی وضعیت چی خرابه دیگه. ما را همراهی کنیم دوستای عزیز. دوستا سلام، خدا کنه جور باشین و خوش باشین. خوش آمدین در برنامه امروزی مو که خرابکاری داره دیگه. سلمان سر از ما دبنه که ما از کجا ازی شروع کنیم. ما میگیم ما که پای نمفتومیش که گفت خودگانشون تایتاخ قدیم نه میشم تایتاخ قدیم که اینالی مثلا صاف موف که داشتی اینجی میشتی پوتم کدی مایم کدی دیگه. ایش که کندوی یارد بوده نیم زروست که ما در این خانه هم دوم دیگه آرد چه و نکده سلمان دیگه داست میشتیم. اصل کارانی تاق داره دوستا. ایر مگه تاق در قدیما روغنا را بی خیر اندمینیم زی میشتره تاق در گدر او قلف مشتده گینه جایگو قلف مکدده روغن زرد ششاف سیر جمع مکدده پنسیر آبید که مگه پشش سیر جمع مکد آجه ناصر آجه ناصر آبه ناصر از اخترم برد دغزنی سودا مکد خرچخانه میود مو که نالی روغو موغو گلشتر که از گاو مشم میلی دیگه گو گیای خوب قشنگ اینج میشتی در گیش نیام کدی دیگه اینا هم بیروشته اینیایش که بوده خدا نولده بادکش بوده نه؟ نه بادکش نیه این فامی کار را میشتره قدیما. آره چگه کار ما گفتم میر عصر خود خیار گل زدم کار کدم از وقتی امروز پس کندم دیگه دیدم که چیز مو دست اینا تاخیر قد از ما باشین که چرقم جور کنی چرقم نکنی یا گفتن پیام بدین که این خوب شما یا بدکشی. نه پیام شما به چارگو سرش درک نمیشه. تو پیام خواهیش نکن. چه سال خواهیش نکن پیام قشنگ بی برخم نکنو درگه تاختر بیرون نه درگرم ند بور کو بیاد ای درگه و تو جگه چارچوبه ایت ندارد شون راست بود ما چارچوبه دیگه در بسخته کار یک لازم ما گفتم بالا دبن دست کنیم زدی یه چی اینجا استایون قدیم بوده دیگه. بخیر امورم ما نپالم ممکنه دیگه تاختر بیرونم. آره مثلا امروز پیشیر میگره پیشیر اکسان تازه مار بریه یه رقم استایو بوده میگه مار بریه در خور سلمان دلجگر ما راضی اکستا دنجش تا خودت تو اردین کار کنده پیشی دلجگر رو بوده ولی اردین دیگه کار جگه خسیت کار هدر خسته رفته خانه مامای کنه شخص شاتو رفته تاریخ پول تا گذره مستر سال اردین دبلونش گیرم نمیگیره دلجگر رو لخت میده هیچ که اردین توشن نبوده که تاشن لکنی چکار خانجو ولا وقارن بسکنی در میلی خودت دیگه علمی که بود بلدن زودرا بود که تلجیگه خشخاش بود. شاشن ندم در نرد اون در چیز بشین سلمان؟ اینجا بشینم نه جگه خر. درود و سلام فراوان خدمت همه شما دوستای عزیز. امیدوارم که جور باشید دیگه. ما هم قبلا ما سلامم کردم دیگه. امروز بمنایی داریم زمین کلی طویله و گلخوره آشپزخانه به اصطلاح دیگه. امیاره یک منبن دیم که زیاد گرد و خاکی مثلا گاب و گوسفند طرفی آشپزخانه نه دیگه. یک بودن پاشگگ هم دیم که از این بعد ظرفا به خیره همونجی که میلیم دیگه گرد و خاک بدلیش نشه دیگه. جای من کمک پیراخ شنه دیگه. کم کم نهار زور در نظر ما ساعت 12:30 دیگه بریم داخل که با همکاری خلیفه اسمت که چینل ملکه حسنیه امروز اصل رستا کسته اسمده باز ما کستم کمکگار شید امور امروز همراهی کنیم که چرکم برنامه چرکم خشچینیه. بریم داخل. خب دوستا خوش آمدید به این برنامه. امروز آشپزی ممنون دیگه. دو مایتابه یکیش اینجا همه جای نم شده یکیش پختر کدوم یکی دیگهش خراب
بله دوستای نازنین امور هم که ما قبلا گفتم که کمک میکنیم که دیگه گندم دهیم باز اینجا یک تاخچه مایه اینجا کلی ظرف جدنه اینجا دیگه تاخچه مایه بلیش هم ما کشونیم دوباره اینجا تاقدر مایه تاقدر اگه جاش چمنده شه و قدیما که منشی روغو موغون زرد میشت مسکر میشت خلاصه درگیش هم قلف میشد دیگه اونو جگه کست البته خانه قدیمه دیگه این برگدون ازی خیلی کار مبره خیلی زمان برم هسته فعلا قدمزی خانه بیسازیم و بیسازیم تا ببینیم که از پیش خدا چیز میه دیگه امروز استا اسمت هم کمک از مویه اصلی سر استا که است اسمت باز ما کمک شیم خب این برنامه خودت یا برنامه خودگون خب سلام و عرض ارادت دارم خدمت دوستای خوب هر جا که هستید جور سلامت سر حال باشید در این برنامه آقا سلمان خیلی خوش آمدین اگرچه ما وستا هم نیم خب آقا سلمان اما که ما اینجا یک تاق جارم قبلا فکر کنم کندو بوده اینجا درسته؟ بله کندو بود آره و امروز مشغول شدیم نفرم نیه خود این طرف اون طرف گومالم زیاد داره رسیدم نمیتونه ما تنهایی منجی گاهی خیشت میره گاهی نمیره همین رقم فکر کنیم که امروز خلاص نمیشه ره چوبم نداشتیم میگه یه دو طبق جور کن که همین ظرف ورف داخل از این اشترش نه هر کس فکرش ما فکر از ما که گفتن قبلا هم گفتادم که تو از این تختا بیرو که همین ظرف تبلیغ از این خیلی اساس میاد تبلیغ گیله گبیل خود نادرسته نه دیگه این بنده خدا رفته پایین از قریه کور یک دوسته دنه تخته گرده بازم کافی نیه دیگه اینجا تهیه کنیم دیگه آره همین چوبای چیز بوریش نییم تراش کنی به اندازه از یا که میزانش نه دوستا با ما همراه باشین دیگه که زنده و سلامت باشین تاخت کجا میرسه خب که استا اسمت بریم دیگه نهار آماده نهار رو نوشیجان کنیم بعد از باشه ما پرسان کنیم که سیامیخ هم داره یا نه سیامیخ ندارم فعلا شاموسام غزنی رو دکان سید اسد داشته باشد نه یک دو سه دانه منظور از من اینجا بود که امیر با او سر هم کنیم خب مثلا یک مقدار از این بورشیم یک مقدار از او چور این رقم بیلی یک 4 دانه میخ اینج دی هم بدر بخورش نمینجی که میخوام بیلیم او اگر پیوند زده بیتونیم خیلی عالی میشه خب سلیم جور منیم دیگه رو بجا نسته باز بزنیم انشاءالله شد خوی چیه چند تا آردیش مستقیم یا تنهایی دو نفر دست بلدیش چیه بسیار مثلا خوب بسیار یکی کمکی ما تو طرف کنم وقتی خورده ای دبر زدنا انجینیر گفته میشه ولی ما یک خورده پایین تر یک دو طبق پایین تر مو هم سرمشونه از این چیزا دست اگر تاریخ بیشتر میکنی دیگه جغرافیا دینی دری دیگه حرفه کیمیا فیزیک بیولوژی بازه خوشخبری دیگه هم داریم مشتصد که سجاد جانمون نمره اول شدن نمره عمومی دیگه روزی شنبه و خیلی روز 5 شنبه سبا جمعه روز 4 شنبه و سبا هم نمیشه کار داریم روزی شنبه دیگه سجاد رو گفتم که استادا خبر کو اگر تمایل داریم ما کاملا نمیم دیگه یک تشکری شما بره کاره تشکری کنم و که شاگردان تشویق شود دیگه بخشی هم سنفای سجاد هم یه چیزایی مد نظر داریم درسته؟ مد نظر دارم توفه بخشی استادان مد نظر دارم درسته سجاد نمره والش ده سن نمره 5 الیان نمره 5 نمره 5 ولی آسیش تو میگه نمیخوانی بخوابی به نظر من نه بازم نظر دارم چیز خوبه نه نمره خیلی چیزه اول نمره اول کسی در یک باره که 486 بوده ما 421 بوده دیگه بعضی ما پایین تر هم چیز ما بودیم موسوال بین خود خیلی دست چنان گوش نمید در روز 1 ساعت که تو مطالعه داشته باشی یعنی ناکامی نمونی قاشق هم بیرون خب دوستای عزیز امروز نهار از ما کسته البته با میل استاد اسمت گفتم بخشش من بچه کنی گوشت و کروف به این موقع در دکانهای جنیه باش هم دیگه بوی میده چون یخشالا من چنان گنجایش را نداره
دیگه باش استاد گفت که امی تخمور بهتره امروز با دستپخت مرجع گل دیگه تخمور را مصرف کنیم. البته خیلی مدت میشه که مرغ نخوردم دیگه بوتی و ننگوچه و مثلا گوشت از اینا مکرانی زیاد خوردیم برنج هم زیاد خوردیم ولی امروز گفتیم که باشتی امروز تخم مرغ بخوریم که چطور میشه. حالا ببینیم که سرآشپز چجوری مثلا این را پخته دم شده. بخیر نمو چی؟ گفته انجینیر حمید در متن فیلم خود نوشته داد که غذای هوسانه بولانی. من دیگه امروز غذای هوسانه تخم مرغ دیگه. ای گفتی بسم الله الرحمن الرحیم. مجموع خودم بیرم اینجا دستای نازنین جایشون اگر چه سوال من نخورده باشه اول یک لقمه بخوری مزهش ببینی چجوریه. بدک نیست با این کمی را بدل کنی خواه دیگه از که ما امروز دوستا کار کده خیلی گوشناشته یعنی قدر رو مون میگیریم شما سم بریم پخته کنیم. به قول از بنده خدا یکی از دوستا بوده ده همیشه چی کار مگده که گوشت که پخته مگده باز همی آتیزی خورده بیشتر میگرفته باز یک شب آتیزی نبوده یک بچه زی گفته این شب ما آتاییم شما آره زیادتری که گوشت رو میگره کمترش فرشی بقیه میره حالا امروز تو آتایی میشه مثلا ما امروز آتاییم